عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میفرماید روز به خانه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مجلس داخل شدیم. پیامبر گفت ای عبدالله تو چه جوانی خوب هستی، آیا بچه‌ت را نصیحت نکنم؟ گفتم پدر و مادرم فدای باد یا رسول الله، هر نصیحت میکنی گوشم به شما. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت یا عبدالله کن فی دنیا غریب او عابد السبیل. همین تا در دنیا خودت فکر که دو نصیحتت میکنم، یکم نصیحتت میکنم که در همین دنیا غریبانه زندگی کن، یا اینکه عابد سبیل. گفته یک انسان میرود به شتر در راه در یک جا دم میگیره و با دوام سفر رفتن میگیره، مثل همین دو آدم زندگی کن. به همین خاطر بردن هر کجا که باشه در دنیا خودتون غریب فکر کنی. در این دنیا ما ابدی نیستیم. در دیگر حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که الاسلام غریب و سیعوق غریب و فتوبى للغرباء. اسلام در اول غریب، در آخر هم غریب میمونه. خوش به حال غریبان. پیامبر میگه مسلمان واقعی غریبانه زندگی میکنه. غریب چی کسی میگن؟ آیا کسی که فقط روز تا وگا نماز خونه روز نماز نخیزی؟ نه، بلکه هم مقصد برای دنیات کار میکنی و هم 5 وقت نماز در وقتش میخونی، از طاعت پروردگار رو سرپیچی نمیکنی. غریب این کسی میگن. غریب او کسی را نمیگن که روز تا وگا کار کنه حیوان اوره و طاعت بندگی الله نکنه. و وقتی هر طعام پهلوانی و وقتی بندگی مثل زنانی. مولای میگه وقتی طبق در سر اوقات رنگ پهلوانای و نه که با وقتی نمازخونی رنگ زنکایی. این انسان غریب نمیگن. این انسانی چی میگن؟ صورتش صورت انسانی اینه که سیرتش حیوانیه. به همین خاطر کوشش کنه که در این دنیا خودتون غریب فکر کنه. روز از روزها مرگ بالای من و تو میاد. به همین خاطر کوشش کنه که توشه تیار کنه. به توشه رفتن به حد مشکله برادران. خدای مهربان کنه که در دنیا ما غریب واقعی باشیم که هم دنیا ما هم آخرت ما آباد کنه.